سلام دوستان، اگر به دنبال کلمات الهام بخش هستید این ویدیو مخصوص شماست. بشنویم از حکایت بهلول و سوداگر. روزی سوداگر بغدادی از بهلول سوال نمود: ای شیخ، من چه بخرم تا منافع زیادی ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی که گذشت فروخت و سود فراوانی هم برد. باز روزی به بهلول برخورد کرد. این دفعه گفت: بهلول دیوانه، من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول این دفعه گفت: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و تمام سرمایه خود را پیاز خرید و هندوانه و انبار کرد. پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه ها پوسیده بودند و از بین رفته بودند. ضرر فراوانی کرد. سوداگر فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت: ای بهلول، اول که به تو مشورت کردم گفتی آهن بخر و پنبه. نفعی کردم، ولی دفعه دوم این چه پیشنهادی بود کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول و چون مرا شیخ عاقلی خطاب کردی من هم از روی عقل به تو دستور دادم، ولی دفعه دوم مرا بهلول دیوانه صدا زدی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. مرد از گفته دوم خود خجل شد و مطلب را درک کرد. دوستان عزیز، لایک کنید و بریم با هم بشنویم از حکایت دوست داشتنی بهلول و تقسیم عادلانه. روزگاری کار در ایران دشوار شده بود و آن دشواری دندان طمع عثمانی را تیز کرده و سلطان عثمانی به طمع جهانگشایی چشم بر دشواری‌های ایرانیان دوخته بود. سپس ایلچی فرستاد تا ایرانیان را بترساند و بعد از آن کار خودش را انجام بدهد. ایلچی یا همان سفیر آمد و از آنجایی که رسم ما ایرانیان است که با عزت و احترام از مهمان پذیرایی کنیم، او را در کاخی نشاندند و خدمت‌ها کردند. به روز مذاکره رسمی وکیلان همه یک رأی شدند که این مذاکره حساس است و بدون بهلول رفتن به آن دور از تدبیر کشورداری است. وزیر که خردمند بود گفته وکیلان مردم را پذیرفت و بهلول را خواست و خواهش کرد که او هم همراه باشد. بهلول که هوشیار بود و با نیک و بد جهان آشنا هیچ نگفت و پذیرفت. سفره‌ای پهن کردند و آنچنان که رسم ماست به میهمان نوازی پرداختند. بهلول روبروی سفیر عثمانی در آن سوی سفره نشسته بود. پلو آوردند در سینی‌های بزرگ و بر سر سفره چیدند. زعفران بر آن ریخته و به زیبایی آراسته. سفیر عثمانی به ناگهان کاردی برداشت و هرچه زعفران بر روی پلو بود به سوی خویش کشید و نگاهی به بهلول انداخت. بهلول هیچی نگفت. قاشقی برداشت و با ادب نیمی از زعفران به سوی خود آورد و نیم دیگر برای سفیر گذاشت. سفیر آشفته شد و با کارد خود پلو را به هم زدن شروع کرد. آنچنان بلبشویی شد که کمتر زعفرانی دیده می شد و بخشی از پلو هم به هر سوی سفره پراکنده شده بود. بهلول دست در جیب کرد و 2 گردو به روی پلو انداخت. سفیر آشفته شد و تاب نیاورد و خوراک را نخورد و دستور رفتن داد. عثمانی ها
بی خوردن خوراک و با شتاب بر اسب‌ها نشسته و رفتند. وزیر که خردمند بود اما در کار بهلول وامانده و از ترس رنگش مانند زعفران شده بود و نالان شد و به بهلول گفت این چه کاری بود؟ همه کاسه و کوزه ها را به هم ریختی و آینده را ناروشن است. بهلول پاسخ داد مذاکره به پایان یافت و بهتر از آن شدنی نبود. وزیر چگونگی آن را پرسید. همگان ادب بهلول بر سر سفره دیده بودند و او بی کم و کاست تدبیر خویش نیز گفت. سفیر آنگاه که کارد در دستش گرفت و همه زعفران را سوی خودش کشید دو چیز گفت. نخست آنکه با کارد غذایش را آغاز کرد نه با قاشق، یعنی که تیغ میکشیم، و دیگر اینکه همه جهان از آن ماست، تسلیم شوید. من قاشق برداشتم و نیمی از زعفران را پیش کشیدم، یعنی که نیازی به تیغ کشیدن نیست، نیم از آن شما و نیمی هم از آن ما. او آشفته شد و پلو به هم زد و من نیز 2 گردو انداختم و این گردو که در قم و ری به آن جوز هم میگویند. چون 2 شود همه میدانند که چه میگوید. شما چگونه ندانستی مگر ایرانی نیستی؟ وزیر شرمگین شد و آفرین ها بر بهلول خواند و بدین گونه است که بهلول را که به راستی دیوانه‌ای بود الفت و دیوانگی های بسیاری داشت. دانا نیز گفتند از آنجایی که به روز حادثه خردمندتر از هر فلسفه باف گنده دماغ و فقه خوان خشک بود. همراهان گرامی، زنگوله را بزنید و حکایت جالب ازدواج بهلول را بشنوید. روزی جوانی نزد بهلول آمد و پرسید من از بدبختی دائم در فکرم که چه خاکی بر سر کنم. سیب چیست؟ که پدر میگوید زن بگیری درست می شود. بهلول گفت حکمت آن است که پس از ازدواج 2 تایی فکر خواهید کرد که چه خاکی بر سر کنید. وای از دست این بهلول. همراهان گرامی، نظر خودتون رو کامنت کنید و لایک کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی آوا رو از دست ندهید.